سلام رفقای گلگلان، ما یه ویدیو خبرنگات دیگه همراه با ایلیان بچه ها. داخل این ویدیو اومدیم فرق تفاوت PS5 فت و PS5 اسلیم و پرو رو تشخیص دیدیم که پرو همین چند وقت اخیر نزدیک به 2 هفته قبل چی شده، انتشار شده و CD خورش هنوز نیومده. بچه فرق تفاوت PS5 میبینی کیفیت کمه. من دارم با دوربین گوشی دارم فیلم برداری میکنم. بس بچه ویدیو یوتیوبمون هم هست، یوتیوب و لینکش هم زیر ویدیو یوتیوب هست. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اینو باید اول میگفتم که دیر گفتم، ببخشید یک کوچه عجله دارم. فرق PS5 فت که PS5 اول میشه با PS5 اسلیم و پرو یه فرق خیلی بزرگ داره که خیلی ها میگفتن هیچ فرقی بین این ستا نیست. در از خیلی اشتباه که زنگ میزنه اینجا فوش میکردن، خیلی ها اشتباه میکردن. فرق بزرگشون اینه داخل PS5 اسلیم که بعد PS5 فت اومد، یعنی بعد PS5 اولین نسخه PS5 اومد، اینه که این خطو نداشت و یک فرقی که داشت این بود که درون دسته های PS5 فت، همون اولین نسخه PS5، همون PS5 عادی، اینجا دسته ها همه دسته های PS5 اینجا خط دارن، درسته؟ خط دارن و ظاهر خیلی خوشگله، ولی این نکته رو سونی دقت نکرده و داخل PS5 فت اولین نسخه PS5 این خطا رو اضافه نکرده، شیاراش کامل بوده و مشکلی که داشت اینجا سیدیش هماهنگ نبود با PS5. بعد همین یکی از مشکلات بزرگ سونی همین بود، به خاطر مشکل PS5 که این گوشه تازه داخل ویدیو الان نمی‌بینید سایز PS5 اسلیم من خیلی بزرگ به نظرتون میاد، ولی خیلی کوچیک‌تر از اونی که فکرشو اسلیم از PS5 فت خیلی کوچیک‌تر، اسلیم و پرو خیلی کوچیک‌تر، به خاطر اینکه اسلیم و پرو یکی هم، یعنی سایزشون یکیه، قدرتاشون یکی نیست، چون یه کوچولو پرو از اسلیم قوی تره، ولی در فت اینجوری نیست. اسلیم از فت قوی تره. یک چیزی که فت از چی میگم اسلیم از فت بهتر شده و فروش خیلی بیشتری داشته داخل امسال، حتی با اینکه PS5 پرو اومده، به خاطر این 4 پنلشه، دو پنل در بالا که جای لک انگشتا میخوره، پنل پایینی عین بیشتر دسته زیر دسته PS5 این پشتش میمونه، این بالاش عین این بالاش میمونه، لمسش و این بغل دگماش میمونه. بعد این که خیلی خوبه که این خط رو اضافه کردن. نه تنها این خط یک کاربرد جدایی داره، این خط هم با دسته هماهنگه، یعنی این خط این کنار دسته رو بچه ها ببینین با این تیکه PS5 یکی هم، که این خیلی کار خوبیه، خیلی چیز خوبیه که سونی به این تازه شما میتونید PS5 CD دارتون رو داخل PS5 اسلیم تبدیل کنید به PS5 آنلاین، که PS5 آنلاین زودتر از PS5 CD خور میاد. یعنی الان PS5 پرو اومده، CD خورش هنوز منتشر نشده. شما میتونید با جدا کردن این از طریق این پشت بچه این ببخشید یه لحظه تعویض شد، چشم داشت صفحه رو میدید، ببخشید. PS5 پشت PS5 یه روش داره که اونو باید از فروشنده های تامین کننده PS5 دارن، از اینجا باید سوال بپرسید که چجوری اون رو جابجا کنید. این PS5 فت، PS5 اسلیم خیلی در کاهش هزینه‌های شما خیلی کمک میکنه. اینه که میتونید از نسخه بدون CDش به CD خور تغییرش بدین بدون کمترین هزینه. با کمترین هزینه شما میتونید با 2-3 میلیون
اگر BCD دارین با 2-3 میلیون میتونین یه تیکه با CDشو بخرین، جا CDشو بخرین، جا CDش داخل جا CDش و این حالت چیزی که داره همراهش هست البته جدا از PS5 باید بخرین و اینی که عوض شده شما برای جدا کردن PS یعنی شما میخواید این فنش رو تمیز کنین کافیه فقط این تیکر در بیان، دیگه نیازی نیست کل دستگاه رو با کلی زحمت در بیان. تازه در PS5 فت هیچ این تیکه پایین PS5 اینجا یه دونه جا داره که اگر من میخوام اینو جدا کنم راحت جا سیدیش در بیاد، ولی درون PS5 فت همچین آبجکتی نیست. و میریم سراغ بحث قدرت. از بحث بیرونی خارج میشیم، پرت میشیم بیرون. من خودم ادیتورم، بس به خودم میگم حتما این فنه پرت بشه بیرون و میرسیم به تیکه داخل دستگاه. داخل کنسول PS5 اسلیم با فت پرو که از این بهتره، یعنی آبجکت های این و پرو و فت یعنی قوی تر شدن، یعنی هر آبجکتی این از پرو از فت قوی تره داخل پرو قوی تر شده. خیلی ها میگن پرو و PS5 عادی هیچ فرقی نداره، همه داریم بچه ها اشتباه میکن. اسلیم با فت یه تفاوت 50 تا 60% تفاوت قدرتش بیشتره. 50 تا 60% از فت کنترل قدرتش بیشتره که این گوشه میاد عکس فت، زورش از فت خیلی رفته بالا. سونی نمیه بچه، اینو همیشه بدونه، سونی نمیاد الکی سر یه PS5 که فقط تأخیر بیرونی کرده هزینه نمیکنه بچه ها و هزینه نمیکنه الکی تولید نمیده بیرون. 60% 70 تا 60% این تغییر داشته از PS5 پرو یا نه پرو که خیلی تغییر داشته از PS5 فت. از لحاظ قدرت بگیم که اصلا این و PS5 فت رو نمیشه مقایسه کرد، این توی حد دیگه، PS5 فت توی حد دیگه. کسی که میخوان فعلا الان کمترین هزینه رو میخوان بگیرن باید برن فت رو بگیرن، ولی میخوان یه کنسولی بگیرین که همه نیازهای شما رو بگیر، به نظر من اسلیم بگیر. الان اسلیم هم خیلی ارزون تر از نسخه فته. بعد از لحاظ داخل کارت گرافیک پردازنده گرافیکی کنسول چی خیلی تغییر بزرگی داشته، قوی تر شده، ارتقا یافته تر شده. اینی که دارم میگم تازه است، ولی بدونین که مثل 2 سال پیش یا 3 سال پیشه که اینو احتمالاً اومده، من دقیق نمیدونم، ولی تا جایی که من میدونم تولیدش چند سال پارساله. بعد از این لحاظ بهتون بگم که PS5 اسلیم بهترین، چون هم قیمتش از پرو ارزون تره، هم کاربردش از PS5 فت بیشتره. این یه جور این PS4 رو دیدیم دیگه، PS4 که خوابیده است، از اون اسلیمش بهتره، قوی تره، یعنی فکر کنید همونه دیگه، یه بین میانه پرو PS4 پرو و PS4 فت. PS4 پرو PS4 اسلیم ارزونتر و کاربردی تره. حالا داخل PS4 این قابلیت ها نیست، چون PS4 یه دست کاملا خوابیده است. و بهتون بگم کارت گرافیک به کنسول خیلی تغییر زیادی داشته، قطعات داخلی تغییرات بسیار زیادی داشته. پس نگین که این با PS5 فت تغییری نداشته بچه. حقیقته، خیلیاتون داریم میگیم، من حتی از رفقای خودم هم میشتم میگن تغییر نکرده، ولی اینجوری نیست. حتی به این داخل سایت سونی و اونجا بگردید، سونی هم داره میگه خیلی تغییر داشتن این دوتا پرو و اسلیم با فت. بعد از لحاظ قدرتی که اصلا نمیشه مقایسش کرد با فت اصلا به حد این نمیرسه و اسلیم هم به حد پرو نمیرسه. خب ما این جلوشه بچه ها،
جلوش اگر نگاه کنید، اینو اینجوری بگیرم، داخل PS5 فت که این گوشی میاد، اینجا یه دونه کابل تایپ سی داشتیم معلوم تایپ سی داشتیم، ولی یه دونش تایپ سی بود، یه دونش واسه این کابل اندروید خودمون بود. ولی الان سونی اومده یه کاری کرده، هر دوتا رو تایپ سی کرده، یعنی هر دوتا برعکسه. اینجا دوتا دکمه داشتیم که یه دونه برای جاسیدی بود، اینو برداشتن گذاشتن اینجا که جای کمتری بگیره و سایز کوتاه‌تر. راستی رسیم بحث کارت گرافیک، یادم رفتتون بگم که کارت گرافیک PS5 اسلیم کوچیک‌تر از PS5 فت، همینطور پرو. حتی بهتون نگم، تن سونی نگفته داخل اینا کارت گرافیک 4090 گذاشته، کارت گرافیک چی گذاشته، هنوز نمیدونیم چه نوع از کارت گرافیک چیه. بعد بهتون بگم سر دسته ها تغییر خاصی نداشته، دسته همون که بوده هست، حتی داخلش تغییر نداشته. از پشت صحنه خیلی تغییر کرده بچه ها. کسایی که PS5 فت دارن میشنونن دیگه. اینجا کلن اینا بالا بود، این دوتا بالا بودن، باز اینا هم تغییر زیادی داشته و همینطور که اینا ترتیبی که گذاشته شده، ترتیبی این که این دوتا قطعه که این دوتا که برق میرسونن یه جور با کابل گوشیتون هم برق مثل دوتا دسته پشتیبانی دیگه هست، 4 دسته اینجا میتونید شارژشون فقط اینکه برق میرسونن. از قسمت فن کارت گرافی این پایینه، همه کارت گرافیک و فنشون این پایینه. اینجا گذاشتم فنش اینجا باشه که اینا خنک باشه با اینا. اینجا قسمت داغ کردن چیه؟ داغ کردن قسمتی که داغ میکنه پردازنده سی پی یو، حرارتش از اینجا میاد. چیزایی که احتمال داغ کردنش خیلی پایینه رو اینجا گذاشته. اینا این بالا به ترتیبم هست بچه‌ها. و سر قدرت بازی بهتون بگم که PS5 اسلیم قدرت که نه، گرافیک PS5 فت گرافیک رو همه میدونید. با تلویزیون یه مشکلی که PS5 فت داشت، اگر تلویزیون خوب بگیریم PS5 فت هم خوب کار میکرد، ولی تلویزیون تو مثلا قدیمی اینجوری باشه، قدیمی نه اون قدیمی، مثلا از این جدید، مثلا 5 سال قبل، نه اون 5-30 سال قبل، نه 5 سال قبل که مثلا همین سامسونگ خودمون بود، تلویزیون اینقدری مثلا 40 چند ضعیف اونجوری اصلا باشه، گرافیک بازیتون میاد پایین. ولی داخل اسلیم اینجوری نشده. اسلیم کاری کردن که داخل تلویزیون ضعیف هم کیفیت خودش رو حفظ کنه، ولی یه کوچولو میبینی مشکل داشت، اونو از تلویزیون خودتون بدونید، از این ایراد نگه. گرافیک این با فتحی تغییر داشته. من داخل بازی چی بود اسمش، گوستاب سوشیما، یه دونه ویدیو دیدم داخل یوتیوب، گوستاب سوشیما داشت مقایسه میکرد با PS5 اسلیم، فت با اسلیم داشت میکرد. گوستاب سوشیما داخل PS5 فت یه مشکلی که داشت این بود که بیشتر سایه ها، مثلا من سایه که میرفت داخل زیر درخت داخل گوستاب سوشیما که عکسش هم این بالا میاد، اینجا میاد، گوستاب سوشیما سایه ها رو نشون نمیداد، یعنی سایه بین شما بین سایه درخت بودین، فقط سایه درخت رو نشون میداد. یه باگ بزرگ بود که خیلی سر همین به شرکت گوستاب سوشیما که من اسمش یادم رفت اعتراض کردن، ولی سونی اومد این خطایش رو پذیرفت، کلی تشکر کرد، کلی هم معذرت خواهی کرد و اومد این قابلیت اضافه کرد که خود دستگاه الان این فقط PS5 فت میگم، PS5 اسلیم و پرو این دوتا این قابلیت رو دارن. یک قابلیت از AI استفاده میکنن که این AIش فقط برای مشکلات بازیه، ولی داخل پرو اینجوری نیست. داخل پرو AI برای هر نوع مشکلیه، با مشکلات بازی رو میگیره و اگر اون بازی رو نتونست دیگه کاری انجام نمیده، طبق روند بازی دارم. ولی اگر بازی اون وسط باگ خورد، دیدیم باگ از خود بازی بود، کاری نداره، بازی عادی انجام میده. و یه چیزی بهتون بگم بچه، من PS5 من قرار آنلاین کنم، شما هم آنلاین کنین به نفعتونه.
90 آنلاینش کنیم بچه. آنلاین بودن خیلی کار انجام میده. بازی رایگان، فورتنایت همه رو میریم. بعد چی دیگه، بازی آفلاین هم قابلیت خودش هست، 10 تا بازی میریم. ولی اگر اکانت PS5 داشته باشین، PS5 آنلاین بشه، حتی اون بازی پولی PS5 هم خریداری که خریدین داخل اکانتتون میمونه دیگه. نیازی نیست وقتی PS5 رو ریلود کردین با همون اکانت رو ساختین، با همون اکانت میتونین همون بازی ها رو صورت رایگان بگیر. و بازی های رایگان، فورتنایت هم حتی داخل آنلاینش رایگان. خستتون نکنم بهتون بگم که هیچ وقت بین این سه تا نسخه PS5 که اینجا میاد، فت، اسلیم، پرو، این دوتا رو نگین با هم برابرن. اسلیم قدرت خاص خودشو داره. و اینکه پرو، PS5 پرو نزدیک به 80% با PS5 فت اسلیم تغییر داشته. داخل اسلیم خیلی کمتر، چون برادر خدستون نکنم. این PS5 منه. حالا سیستم خریدم، اینو به سیستم وصل میکنم، قدرت سیستم هم میره بالا، چون یه روش یاد گرفتم هم زمان از PS5 داخل سیستم استفاده کنم، هم از خود سیستم که کامپیوتر گرفتم. اینو اوکی میکنم، با هم سریای جذاب، بازی جذاب با این میریم، بازی سنگین رو با این میریم، بازی سبک عادی خودمونو با کامپیوتر میریم. اگر داخل یوتیوب داریم ما رو نگاه میکنیم، حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بچه‌ای که داخل آپارات چنل منو دنبال دارن، خواهش میکنم و لینک زیر ویدیو چنل یوتیوب هم زده، لطفا داخل چنل یوتیوب هم فقط کافیه با وی پی ام وارد بشین، با گوشی پدری یا مادرمون با وی پی ام وارد بشین و دکمه سابسکرایب منو بزنید. ممنونم ازتون، دمتون گرم. مرسی که تا اینجا بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حتما حمایتتون انجام بدین که ما 1100 تایی رو داخل یوتیوب بزنیم، برسیم به 1000 تایی، جام یوتیوب بگیریم. ببینم خیلی ها بهم میگفتن وارد یوتیوب بایستین. من چند وقتی داره شهرمون برف میزنه، بعد 5 سال داره برف، 5-6 سال 8 سال داره برف میزنه. بالاخره این کارم این زودم گیجم. بچه ها خیلی ها بهم میگفتن بیا داخل یوتیوب بهم دلاری پول میده سر هر ویدیو. خیلی ها میگفتن نه یوتیوب دلاری پول میده، ولی خیلی ها میگفتن نه یوتیوب به ارزش پول خود کشورت پول میده. من حالا نمیدونم، شما حمایت هم کنین. من بین این عزیزانی که میگفتن یوتیوب پول میده بهتر از آپارت یا نه؟ من که خودم رو پشت آپارتم، ولی شما، من آپارت قرار نیست کنم، مگه بمیرم آپارت بره کنم؟ شما بهم بگین نزدیک 20 دقیقه ویدیو شد، دمتون گرم. شما ببینین کدوم بهتره و همین که حمایت هم کنین، ببینم من چه کریه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیو خفن و گاد دیگه. بای بای.